سلام دوستان، اومدیم با قسمت دوم از آموزش سرور آرساکیا گیم. این قسمت میخوام بهتون شغلا رو توضیح بدم، شغلایی که بتونید باهاش کار کنید و پول در بیارید. خب اولین شغلی که میخوام بهتون پیشنهاد کنم و خود پیشنهادی سرور هستش، شغل باس درایور هستش، راننده اتوبوس. حالا توی شهر الس و الوی میتونید توی یکی از این دوتا باشه. اول همون الس رو برید، نزدیکتره، راحت‌تره تا کار کنید، پول در بیارید، ماشین بخرید، بعد بتونید برید الوی. خب توی این قسمت گزینه /jobs رو میزنید و یه لیستی واسهتون میاره بالا. حالا باس درایور رو انتخاب میکنید. گزینه ششمی باس درایور لوس سانتوس هستش، اونو انتخابش میکنید. واسهتون توی نقشه یه چک پوینتی میاره، میرید به اون چک پوینته. بریم حالا به اون چک پوینته. خب این نکته هم بهتون بگم، کار دیگه هم میتونید انجام بدید، اما آسون ترینش و حالا نزدیک ترینش بهتون باس درایور هستش. از طرف دیگه هم اگر پرمیوم اکانت باشید، از طریق سایت گلد بخرید و پرمیوم کنید، درآمدتون 2 برابر میشه. اگر که باس درایور جمعا مثلا بهتون $8,000 بده، اون 16,000 تا جمعا بهتون میده، یا 10,000 تا بده 20,000 تا بهتون میده. خب الان میبینید که رسیدیم به این قسمت اتوبوس رانی. اون چک پوینت رو میرید و با دستور /get job و جاب رو دریافت میکنید. واسهتون 2 خط پیام آبی میاد که با موفقیت شغل رو دریافت کردید و برای اطلاعات بیشتر /job help رو بزنید و یه CMD جدید بهتون میده که میتونید هر کسی سوار شد و بین $1 تا $7 مثلا پول ازش بگیرید. بعدش توی نقشه وقتی که سوار اتوبوس شدید، یه سری چک پوینت ها میاره، باید برید اونجا و 5 ثانیه صبر کنید و میبینید که گوشه صفحه سمت راست، حالا ما درست صبر نکردیم اونجا، $412، حالا به مراتب کم و بیشتر، ولی خب توی همین رنجه بهتون چک پوینت میده و دیگه دریافت میکنید تا آخرش میرید و برمیگردید به خود اتوبوس رانی. وقتی که برگشتید به خود اون جایگاه اتوبوس رانی، بهتون نزدیکای $2,040 مثلا الان داده، ولی خب اگر پرمیوم اکانت باشید میشه $4,080. خب اینم از قسمت دوم آموزش ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.